خب یه ماشین ما مراجعه کرده با ایراد ریپ زدن. همونطور که دارید میبینید ماشین موقع گازخوری دل میزنه به قول معروف و یه ریپ داره. میریم برای تست کردنش که ببینیم ایراد ماشین از کجا هست. معمولا اینجوری ایرادا یک سیلندر ماشین داره ضعیف کار میکنه یا کار نمیکنه. سوکت ها انژکتور یکی یکی میکشیم ببینیم متوجه میشیم که کدوم سیلندر داره ضعیف کار میکنه یا نه و برق سوکت ها رو چک میکنیم. توسط پراب برق چک میشه، مشخصه که از کامپیوتر دستور داره واسه سوزن انژکتور میاد و همچنان ماشین همین ایراد داره. همینطور که میبینید سوکت بغل و باقی سوکت های انژکتور چک میشه. خب برق انژکتور مشکل نداشت. میریم برای تست کوئل و وایر ببینیم برق رو میاره روشون. همونطور که میبینید داریم چک میکنیم متوجه شدیم که دو سیلندر ماشین ضعیف داره کار میکنه. این دو سیلندر برای همین تصمیم میگیریم که شمعاشو باز کنیم و شمع رو یه نگاهی بندازیم ببینیم ایراد از سیلندر نباشه یا اینکه ایراد از خود شمع نباشه. بعدش بریم سراغ کارهای دیگه که هزینه‌های اضافی واسه صاحب ماشین نداشته باشه. خب همینطور که میبینید شمعای اون دو سیلندری که ضعیف بود باز کردیم نگاه میکنیم مشکلی ندارن، شمع سالمن. برای همین میبندیم و میریم سراغ سوزن انژکتورهای ماشین که ببینیم سوزن انژکتورها ایراد دارن یا نه. که اگر سوزن انژکتورها سالم باشن و بعدش دوباره ماشین مجدد همین حالت رو داشته باشه ایراد توی سرسلند ماشین میباشه. خب همونطور که می‌بینید سوزن‌ها تو چند مرحله شسته میشن. اول با فرچه روی اونها رو تمیز می‌کنیم، بعدش یه دستگاه الکتروسونیت هست که قسمت سوکت برقی و روی انژکتور رو تمیز می‌کنه. بعد الکتروسونیت دوم قسمت داخلی سوزن برق وصل میشه و کامل سوزن شستشویش رو انجام میده و قسمت بعدی سوزن‌ها وصل میشن روی دستگاه و چکاپ کاملشون انجام میشه. اینجا هم که دارید می‌بینید داریم برق خود سوزن‌ها رو چک می‌کنیم که مطمئن بشیم خود سوزن برقش قطع نشده باشه و اون سیلندر کار نمی‌کنه. همونطور که می‌بینید 4 تا سوزن ohmشون 14 و همشون اوکی هستن، مشکلی ندارن. خب سوزن‌ها رو وصل می‌کنیم میریم برای تستشون و بله اول قضیه متوجه میشیم که سوزن ایراد داره. می‌بینید که سوزن اولی از سمت راست داره به صورت کج پاششش رو انجام میده. ببین کج پاشش انجام دادن داخل موتور خیلی فرق میکنه با اینجا. این سوزن باعث شده که ماشین اون یه سلند ضعیف کار بکنه و ایراد ماشین همینجاست که ایرادش پیدا شده و باید با شستشو ببینیم رفع میشه یا نه. اگر رفع شد که خود سوزن خودش رو براش می‌مدیم، اگر رفع نشد این سوزن باید عوض بشه.
خب بعد از کلی کار انجام دادن رو سوزن ها رو دوباره میبندیم، چک میکنیم و میبینیم بله 4 تا سوزن پاشششون به صورت مستقیم و یک نواخت میباشه که سوزن ها مشکلشون با سرویس رفع شده و خدا رو شکر نیازی به تعویض سوزن نبودش. خب همونطور که دارید می‌بینید ماشین کاملا صاف شده و اون ریپ اولیه رو دیگه نداره. پس متوجه شدیم که ایراد از سوزن بود و با سرویس سوزن ها مشکل رفع شد. این ماشین هم به خوبی رفع ایراد شد. خیلی دوستتون دارم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. دوستدار شما، امید.